بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل لأبی عبدالله علیه السلام من اکرم الخلق علی الله، فقال علیه السلام اکثرهم ذکرا لله و اعملهم بطاعت الله. نفس یاد خدا یک ارزشه. بنابراین روایت با قطع نظر از اطاعت که اون هم یک ارزش دیگری است. وجهش هم معلومه، چون خود ذکر و یاد مقدمه همه خیراته. انما تنذر من اتبع الذکر، که اصلا اگر یاد و توجه و ذکر نباشد، انذار انبیا هم امکان پذیر نخواهد بود. یعنی توجه و یاد. نقطه مقابل ذکر غفلت است. غفلت که اگر غفلت شد، باب همه خیرات بر روی انسان بسته خواهد شد. لذاست که خود ذکر در اینجا یک ارزشی محسوب شده. قلت فمن ابغض الخلق الی الله. این اکرم الخلق علی الله بود، عزیزترین مردم. این مبغوضترین مردم رو سوال میکنه، او کیست؟ قال من یتهم الله، اون کسی که خدا رو متهم کنه. قلت احد یتهم الله، عرض کردم مگر کسی خدا رو متهم میکنه؟ فرمود قال علیه السلام نعم، من استخار الله فجاءته الخیرة بما یکره فیسخط فذلک یتهم الله. کسی که از خدای متعال طلب خیر میکند. استخاره در اینجا معلوم نیست که مراد این استخاره ای که ما میکنیم با تسبیح و با قرآن و این مراد باشه. استخاره یعنی طلب خیر کردن، همچنانی که در صحیفه شریفه سجادیه هم دعایی است جزو دعاهای صحیفه، فی الاستخاره من الله، طلب خیر کردن. عنوان دعایی است در استخاره، طلب خیر. خب حالا کسی در یک مسئله ای از خدای متعال طلب خیر میکنه، تضرع میکند، دعا میکند که اون چه خیر من است در این امر اتفاق بیفته. بعد فجاءته الخیرة بما یکره، اختیار پروردگار اون چیزی است که او اون رو کراهت داره، اون رو نمیپسنده. اون چیزی که واقع می شود در پاسخ دعای او، اون چیزی نیست که او پیش داوری کرده قبلا، اون رو خواسته در دل خود، اون رو ترجیح داده است. فیسخط، خشمگین میشه. فذلک یتهم الله، این کسی که خدای متعال رو متهم میکنه. چون خدای متعال عالم است به همه جهات و همه مصالح و مفاسد، و دعای این شخص هم مستجاب شده است. لکن او چون عالم نیست، چون نمیدانه، خیر خود را تشخیص نمیدهد، لذا خدای متعال را متهم میکند که خیر مرا به من نداد. این یک. قلت و من، سوال میکنه این راوی که
دیگر چه کسی متهم می کند خدا را؟ دیگر چه کسی متهم میکنه خدای متعال را؟ قال یشکی الله، اون کسی که از خدا شکایت میکنه، این هم خدا را متهم میکنه. قلت و احد یشکوه، آیا کسی هست که از خدای متعال شکوه کنه، شکایت کنه از خدای متعال؟ قال نعم، بله هستن. لازم نیست حتما بنشینه پای کسی درد دل کنه از خدا که خدا به ما این کار کرد، این بدی کرد، این مثلا اعوذ بالله. نه، اینجور لازم نیست باشه. این هم نوعی شکایت از خداست که من اذا ابتلی شکا به اکثر مما اصابه، وقتی که مبتلای به یک چیزی شد شکایت می کند از اون ابتلای خود بیش از اونچه که شایسته شکایت کردنه. فرض کنید یک بیماری داره، میپرسن آقا حال شما چطوره؟ بنا میکنه که بله چقدر چنینیم چنانیم، شکوه میکنه از حال خود، در حالی که واقع قضیه اینجور نیست. این همه شکایت نداره، اما او بیش از اندازه از درد خود، از حال خود، از روز خود، از فقر خود شکایت میکنه. من اذا ابتلی شکا به اکثر مما اصابه، اون کسی که وقتی مبتلا می شود به بیش از اون چی که به او بدی رسیده است شکوه می کند. قلت و من، دیگه چه کسی؟ قال اذا اعطی لم یشکر و اذا ابتلی لم یصبر، این هم یک کسی. وقتی که نعمت خدا به او میرسه شکر نمیکنه، اما وقتی بلای الهی به او میرسه صبر نمی کند و شکایت میکند، شکوه میکند. قلت فمن اکرم الخلق علی الله؟ قال من اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر. صفحه 364 که اینها تأدیب الهی است و تربیت خداست که ما نفوس خودمون را تقویت کنیم.